در نوحه شمسین شوین در روند کورهای بدون سازندگی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ظرف 34 سال سوی سیمای معماری نوحه با بنیاد انشاءات‌های نو زمانوی تاریخ خود را دیگر نموده سطح زندگی ساکنان خوبتر و بهتر گردید. در نوحه در برابر دیگر سمت‌ها دستاوردها در سمت رشد ساحه افزایش‌یابی کشور ساحه معارف نیز خیلی زیادند. استقلالیت کامل و سیاست عاقلانه پیشروی ملت برای معرفچیان نوحه امکان فراهم آورد که شماره مؤسسات تعلیمی نوحه با 48 عدد رسانیده شده سطح و صفت تعلیم شرایط مساعد کاری و درس‌آموزی برای آموزگاران و خوانندگان تامین کرده شود. میناداری خویش را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان میرسانیم که با ما چنین مؤسسه زمانوی را ساخته سپاریدند. در مؤسسه 4 کابینت فنی عمل میکند. هر روز در این کابینت‌های فنی از فن‌های بیولوژی، شیمی، فیزیک، تکنولوژی اطلاعاتی مشغولیت گذرانده میشوند. آینده مقصد داریم که باز هم کار و فعالیت خوب به راه مانده خوانندگان را در آزمون‌های بین‌المللی و جمهوری تیار نماییم. با مقصد عملی سازی سیاست معرف پرورانه پیشروی ملت و تطبیق برنامه‌های دولتی در نوحه شمسین شوین در دوام سال‌های سوی استقلالی زیاده از 30 مکتب‌های نو زمانوی ساخته با تمام تجهیزات‌های نو تعلیمی تامین کرده شدند. حالا در نزد مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 2 4 10 12 22 30 33 49 52 57 ساختمان بناهای نو لوگی ادامه دارد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 دیای داغستانی جماعت دیات داغستان نوحه شمسین شوین که در حالت صدموی قرار داشت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مبلغ‌گذاری بانک عمومی جهانی ساختمان بنای نو لوگی ادامه دارد. بنا داشتنی بوده از 6 صنفخانه عبارت است. ما در دهه داغستان ساختمان مکتب رو آغاز کردیم. از 6 صنفخانه عبارت است. همه شرایط رو داریم. ما ساختمانچی‌ها مقصد داریم که در وقت معین شده ساختمان رو به انجام رسانیم. آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 از این اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی خوشنود بوده مقصد دارند که جواباً به این غمخوری‌ها کار را باز هم خوبتر و بهتر نمایند. مکتب ما چند سال است که در حالت صدموی ادامه دارد. امیر را نگاه کرده حکومت جمهوری تاجیکستان و این چنین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به نوبت گرفته برای ما چنین مؤسسه های علاوگی ساخته ایستاده اند و این رویه آموزگاران را بلند میکند که در آینده ما با رویه بلند شاگردان خود را تعلیم و تربیت دهیم. زینه تعلیم و تربیت که روند طولانی دارد از فعالیت ثمره‌بخش مؤسسه‌های تا مکتبی وابستگی کلان دارد. با این نظر داشت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام امسال خویش تاکید داشتند که امروز وقتی آن رسیده است ما به زینه اولی ساحه معارف دقت مخصوص دهیم زیرا تشکل صفات‌های اخلاقی شخصیت کودک محض در زینه تا مکتبی تشکل می‌یابد. با این مسئله مهم مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه معارف نوحه شمسین شوین دقت اساسی داده ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی را زیاد نموده ایستادند. حالا در مرکز نوحه ساختمان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 70 کودک ادامه دارد. در مرکز نوحه شمسین شاهین مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 70 کودک ساخته است که این حال ساختمان در آشیانه دوم ادامه دارد و در اینجا 17 استاهای محلی با جای کار تامین محصولات ساختمانی سر وقت دسترس کرده می شود. مقصد داریم که این ساختمان را در ماه سپتامبر ساخته به استفاده دهیم. با شرافت استقلالیت وحدت ملی و سیاست سازنده بنیادکارانه پیشروی ملت در شهرک و دیهات نوحه شمسین شوین برای پیشرفت ساحه معارف کارهای زیادی عملی کرده می شود که معارفچیان نوحه جواباً به این غمخوری‌ها کار و فعالیتشان را باز هم بهتر می نمایند. نظیر مهدی سفر، عزیزالله سعید برای برنامه اخبار از نوحه شمس‌الدین شاهین.